وقتی که حافظت به جایش آید باز مرا دوست می داشته باشی یا اینکه همه‌اش را فهمیده مرا فراموش کرده به نزد زهرا می روی؟ احمد ها؟ حیف بر تو. احمد گفته مرا با قلتکی لست شناس می کرده ای ها؟ آدمی پست میلیس را هم گرفته است. من میکشم تو را آدمی پست. احمد من هم تو رو دوست می‌دارم. زیا باز تو این را چه خیلی به من روا دیدی زیا؟ تو خودت کی هستی؟ تو چی؟ تو اینقدر دختری پس بوده ای؟ ایست مرا بین. دختری که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند فهمم. دختری که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی؟ تو کی هستی؟ کی؟ چیکار کردید؟ احمد ترگوت تا مردهش را نبینم من به هیچ کجا نمیروم. مایل شکر بچه ها را بگذارم اینجا انتظار میشم. حالا که پلیس آمده است از اینجا رویم. زهرا و میلیس را گرفته به خانه برید. مایل شکر. شما دخترها را گیرید. شما از پس کجا شدی؟ مرا تنها نگذار احمد. رهایم کنید.
کسی نیست. یارید آدم رو کشتن. اوه سلین، اوه جیگرم، التماس مرا ببخش. همه شاید پشتی کلتکلت شد. نباشد من سری وقت با اونجا می اومدم. خطا کردم. برادر چی گپ است در اینجا؟ جنایت کردن، جنایت. چه خیلی جنایت؟ صاحب این ماشین را پروندن. برادر آدمی را که پراندن با چشمان خودت دیدی؟ سامی زورو کمی پیش به من گفت که اکد زنده است. میلیس از ما چیزی رو پنهان کرده استاده است. نه گوش کن بیتول جون، زورو خیالی شده است. اهمیت نده تو. نه این خیلی نیست. در حقیقت میلیس مثلی که از ما چیزی رو پنهان دارد. یعنی میلیس هم وقتی آخر خوب نیست. عقلش در جایش نیست والله که. سامی یعنی هر دویشون خوب نیستن. من تاکسی جیغ زنم رویم بخدا. کنی جیغ زن دیر شد. احمد هم اومدنی بودو. موافق خلاصه دکتر میتوانی کار را آغاز کنی اونال. سلاح و شهادتنامه را گیر، اما از این پس با دقت باش. از پس مرده ها نه، از پس زنده ها باش. تو را در زیر نظارت هم میگیرم. شبه نکنید رفیق سردار. یعنی مسئله کلتکیرس رو من به آخر رسوندم. کلتکیرس برای من مرده است. باور کنید اگر از قبرش خسته آمده از این در درآید نگاهش نمیکنم. اونا چی ها میگویی؟ آدم مرده چقدر از قبرش خسته میآید؟ مثال آوردم رفیق سردار. مثال دیگر مثال نیار، احتیاط کن. تمام سردارم. کلتکیرس اکنون همچون مثال مرده است. با اجازه شما. مرا گوش کن سقراط. اگر با من دروغ گویی تو را با کفگیر میزنم، با کفگیر میکشم. چه دروغ کنم؟ رسم ها را دیده ایستاده ای. کلتکیلا زنده است. انتقام کی را بگیری تو؟ ترجایت است. سردار کلتکیلاس را پرانده به بحر پرتافتند. بابا چی کار کردید شما؟ چرا پراندید او را؟ چرا؟ نخواستم به تو ضرر رساند. طاقت نمی کردم. اما بابا او را کشتید.
بره دارو. خودم میروم. شما قاتل هستید. با پلیس خبر میدیم. قاتل. با تو کارمان دوام دارد. احمد گفتنی کلتکیلس بوده؟ بد اخلاق. رهایم کنید. برو برده در اتاقش محکم کنید. تلفنش را گیرید. با کسی گپ نزند. برید. شما قاتل هستید. با همش جواب خواهید داد. تربوت. قاتل. نبیره هایم پایشان را از خانه به بیرون نگذارند. مایلا شکر. اوه این دیگر گپ کلتکیلس هم نیست. اکنون از پی کار بارمون میشویم. لبای سردارم کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم. تو چه ها میگویی؟ کدام کلتکیلس؟ ای پسر تو حال هم از پشت ارواح هستی؟ مرا گوش کن. از پشت این خیالات مفته از سیلینت هم موندی. سردارم چقدر خیالات، این سردسر درست است. پسرم من شفا یافتم. باز این بیماری به تو گذشت. لوین بین از این روز پس به نزد دکتر میروی. داروهایی که دکتر به من نوشتن لوین من شفا یافتم. عجایب دارو هستن. حتما بگیر. سردارم چقدر دکتر چقدر داروها به خود کلتکیلس رو در نزد سویل پراندم. با چشمان خودم دیدم. ای رفت گوشم تو چی داری بیا؟ با کارم نه برگشتم. گوش کنید من تفتیشات را آغاز کردم. معلوماتی که من در جای حادثه از سویدان گرفتم با کلتکیلس 100% موافق است. بعداً ماشین سرخی که کلتکیلس میران در نزد سویل پیدا کرد. یعنی در جای حادثه. جستجوی ماشین را آغاز کردیم. شما هر چی زودتر بیایید. زود باشید. زود. ای تلفن را کش. دیوانه است. لوینت. آمد یکرم آدم های در بیرون بوده کی هستن؟ چیزی نیست. روید پسرم. شما به اتاقتان گذاشته خوب استراحت کنید. زود باشید. عمیق چیزی نیست. یعنی وقتهای آخر عصبهایتون آرام نیست. کسی عذر نمیدید شما رو؟ گفتم که چیزی نیست. سمی تو را دوست می‌دارم. بسیار دوست می‌دارم. در کارهایی که به تو دخل ندارم بینیت را نخرام. سوال بسیار هم نده. روید جانم. دم گیرید. کنی روید. زودتر باشید. این خیلی باشد. شبتون خوش. شبی خوش. من باز میپرسم در این خونه چی گپ است؟ یعنی خیلی شد اینجا زندگی دارم حالا هم نمیفهمم. گوش کن سینم دوستت میدارم میدونی اما کارهایی که به تو دخل ندارم سوالش رو نپرس. من نپرسیدم تو هم نپرس. بیا رفتیم از اینجا. زود باش. منتظرم آخر زودتر. انا در همونجا ببینید. همه کسی یک طرف بیسته که اون آمد. به بچه چبیا جسد کلتکیلس رو پیدا کرده؟ سردار آن رو تا پیدا نکردیم. بله شکر. کارتون رو دوام بدید. با دقت باشید. حالا هم کلتکیلس میگوید دیوانه هستی؟ پسرم آدم مرده را چه خیلی میپرانند؟ سردارم آروم باشه. جسد کلتکیلس رو کمتر پس از بحر برآورده نشون میدید. لوین عقلت رو کمی کار فرما پسرم. آدمی که در زیر خاک است از زیر بر چه خیلی میبراید؟ نه پسرم من تو را به نزد همان دکتر پسیخولوگ میبرم. گپ کم که بیا پیش بگذاریم. بیا کلتکیلس آدم با خیال خزندش نکنه.
давом диҳед. Сардорам. چی؟ рафиқон аз баҳр як ҷасад ёфтанд. ҳозир мебароранд. картакелас. сардорам, ман ба шумо гуфтам ки картакелас аз баҳр мебарорем. офарин бачаҳо, офарин бачаҳо. чӣ хел мебаромада бошад. کلتاکلس در کجاست؟ یا خدایا این از کجا پیدا شد؟ کلتاکلس کدام پرنده است در بحر پرتافته است. چی؟ قیچی. وا سقراط بیشرف ها. های ما را آنجا به گپ گرفته آدمهایش را روان کرده کلتاکلس را پراندنده. بیشرف حساب این را من از اون نمیپرسم مگر ها؟ حتما میپرسیم و این مسئله کمی سرم رو گران کرد. این سقراط قصاب اول رحمتی دامولازیو رو کشته، بعدا باز زنده کرده، ما رو به گپ گرفته تکرارن کشته به بر پرتاب مگر. همینش رو وای نکردم، نفهمیدم سردارم. حالا هم آنجا هستی گوسفند. акаи гӯспанди кар тамоман беақл аст. аз дасташ ягом чӣ намеояд. ман мегӯям ки инро парронда ба ҷаҳаннам равон кунам. шумо чӣ мегӯед? تو چرا دوی مرا میپرانده؟ من یک بار تو رو ما پرانیم؟ خود تفیروزی گردن نگیر. خاموش باشد. گوسفند های کر هر دویتان را میپرانم. درو گشایید. گشایید. التماس مرا رها کنید. خدا لعنت کند. احمد. یک طرفی است. سردارم قسم میخورم که این کلتاکلس نیست. سردارم قسم میخورم که این کلتاکلس نیست. این گاوی لوین البته که کلتاکلس نیست. سردارم منم میگم که این کلتاکلس نیست. برای چی قدر عصبی میشوی؟ شایدان گفتن که کلتاکلس رو 3 تیر پرانه، اما در بدن این آدم یگان 5 تیر نیست. گوشو شبیه اکول ابه چون کده است. لوینت مرا عصبی نکن. یک شپاتی میزنم عینکات از چشمم میپرد. این کلتاکلس است مگر؟ مانند است این؟ کنی پای های تیر گفتن. با دقت باشید، خطاگی نمیخواهم. اینها که باشم. شما اینجا چیکار میکنید؟ شما کی هستید؟ از شما میپرسم کی هستید شما و چیکار میکنید اینجا؟ داد نزن تولین، داد نزن. اینها رو من دعوت کردم، فهمیدی؟ شما دعوت کردید؟ بله. بخشیش نفهمیدم چرا؟ یا خدایا توبه کردم. این آدم ها کی هستن؟ منتظری چی هستن؟ نمیفهمونید مگر؟ نبیره هایم از این خانه یک قدم به بیرون نمیزنند. آن آدم ها رو برای همین آنجا گذاشتم. چی؟ اینجا چی گپ است؟ دخترم کجاست؟ ملیس چی داد میزنی؟ دخترت در اتاقش محکم است. چی؟ محکم است؟ کی محکم کرد؟ من کردم. شما کی هستید که دختری مرا در اتاقش محکم میکنید؟ کی هستید؟ باورم نمیآید. ملیس داد نزن. از اتاقش بیرون نمیشود، محکم است. خدا جاش جنت گردان. آمین. الله گوبین لوین با تو چی گویم ها؟ با تو چی گویم پسرم؟ بیا نزد دکتر برام گویم رد میکنی. کنی کلتاکلس باز با خبر در آمد. سردارم من کفالت میدیم که بیبی من بندگی کرده است لطفاً، لیکن کلتاکلس زنده است 100%. خدا رحمتش کند. پسرم با تو میگویم کلتاکلس مرد، نمیفهمی ها؟ رفیق کمیسر، کلتاکلس نمرده است، زنده است. بین این رسم را در قبرستان گرفتن. باور نکنی این دیدی کلتاکلس زنده است.
چه خیل نیستم مادام که نباشم چرا از پسم میگردی؟ مرا مسخره میکنی ها؟ تو در سری من تو رو میبینم یا نمیبینم. تو نیستی یا در تصوری من هستی کلتکیل است. تو نیستی. تو چی ها میگویی؟ کور هستی مگر؟ نمیبینی مرا؟ نیستی تو مرا مسخره میکنی ها؟ این همون قبرستان است. اما او خیال بود. مرا شپاتی زده بود ولی حقیقی نبود آن. سردارم با فکرم کلتکیل در قبرستان شما را شپاتی آودار زده کرد. همین زندگی. اوه دستش درد نکند. نه تمام. این بیشرف در حقیقت به من شپاتی زده بود. در حقیقت زنده است. بله سردارم من همون رو دیدم. ای مرا بینید این کل باشد امشب اینجا کی رو پراندن ها؟ خدا جان با من صبر بده. ای کنعان دیوانه مگر من مجبور هستم که کارهای کریمینالی رو با توی به عقل نقل کنم؟ 100 بار با تو گفتن که بنی قرنتا با کارهای ما نخلان فهمیدی؟ وای گپ زدن رو ببینه. تو نمیفهمی مگر؟ شما مگر نمیفهمید من امشب با اینجا برای کسی را پراندن گفتن نآمدم. اگر 1000 نفر را پرانن من پروایی ندارم. بینید برادرم شما از پسی کلتکیلس هستید. من باشم از پسی داملا هستم. کلتکیلسی که شما میگویید برایم داملا زیاد است. معنویات او خیلی بلند است. گفتید مرده است ما هم برابری او مرده. گفتید که زنده است ما باز زنده شدیم. باز گفتید که مرد ما باز مردیم. همین خیل نیست مگر؟ چی اکا؟ ما نمرده بودیم مگر؟ چی میگه؟ وای اکا حاضر از آب پیدا شد یک مرد آب خورده بود است کو برآورده بود. خدا هر دوی شما را سنده. لعنت خدا بر شما باد. را گردید اتفاق راید از پشت شما چی بلاهایی بسرش هم چشما چی میزنی مراقبی؟ سردارم من فکر میکنم که این کنعان دیوانه چیزی را از ما پنهان میکنه. گپ زنی شبین گپ های پنهانی میزنند. با فکرم چی سیره را از هر دوی ما پنهان میکنه. سیر گفتی؟ بله سیر گفتم. تو سیر گفتی مگر؟ سیر گفتم ولی که سیر میخوردگی را نه. بله چی شد؟ خاموش لوند. خاموش. فکرم را پریشان نکن. خاموش است یک لحظه. یکون چی گزی داد؟ خاموش لوند. چی باشد؟ سیر را پنهان میکنه. این چی سیر باشد؟ خوب شد که این جوشن را پوشیدم. که جناب پلیس این سقراط گفتنی آدم از من چی میخواهد نمیدونم اما از پسم است. مرا کشتن میخواهد. برای همین میترسم. راستی گپ رو گویم برایم یگان محافظ میخواهم. این خیلی نمیشه جناب احمد. باید با امنیت مراجعت کنید. جناب پلیس کی مراجعت میکنم؟ یکی رود و در بین راه این آدم مرا پرانه چی میشه؟ متاسفانه از دست من کاری نمیآید. خدا میگویم وضعیت بد است. یگان جوشن دیده قلم. گفتم که از دست من کاری نمیاد. دستشویی در کجاست؟ در بالا طرف چپ. برای محافظت خود باید کاری کنم. میدونستم اکرم آمدم میپرانم. اوف.
برای تازه کردن نوارها به بیمارخانه رفتنم لازم. حیاتم را چون احمد شمشک دوام میدهم. سیر سردارم چی قدر سیر داری؟ به خدا که بیزار کردی. خاموش لیوند، خاموش، فکرم رو پریشان نکن. خاموش میشوم، اما اینجا خنک است. شما هم مثل سگی که استخوان رو گم کرده است این طرف اون طرف میروید. پسرم کمی ایست، فکرم رو پریشان نکن. این تیر رو نیفته از اینجا نمیروم، فهما؟ سردارم شما چقدر کسل هستید که من هیچ درد شما رو نفهمیدم. کمتر پیش کارت میگفتید. حاضر باشد با سیر قباب کردید، من شما رو نفهمیدم برادر. بیاید من شما رو به بیمارخانه برده یک داروی آرامیتسین میدیم، آرام میشه. بخدا مثل دیوانه اون طرف میرود این طرف میرود. راستی که من خونه خوردم. برام اینجا نمرد جوانم. از خونه که میمیریم گفتم. نه پیش از این گفتم یک داروی آرامیتسین تا گذرانم. پیشتر از این. پیشتر بیمارخانه گفتم. بله بیمارخانه. البته پسرم روی حل این تیر در بیمارخانه رفتم. لیوین راه کرد. شما باز دیوانه شدید. قسم میخورم که دیوانه شدید. بسیار گم نزن. سردارم از برای خود برای چی قدر تیز میروید؟ کجا سر و سیمه است؟ به بیمارخانه. وای بیشرف چی خیلی زنده مونده است باید دانم لیوین. وقتی که کارتکلا زنده است میگفته چرا به بیمارخانه رفتی؟ از کجا میدونی که نرفتم بیاق؟ البته که رفتم. با طبیبان گپ زدم، ارشیو رو جستجو کردم، چیزی رو ندیدم. من دیگر راهی گریز نداره. بخشش شما با همشیره صحبت کردی؟ همشیره گفتی؟ بیماران رو برای جراحی آماده میکنند که شما با همون همشیره صحبت کردی؟ زیری کاسه نیم کاسه اسلیوند، زیری کاسه نیم کاسه. همه حجتایی که در ارخیو هستم دانه دانه از نظر میگذارانیم. همه را پرس و پاس میکنیم. پسرم من او را در مرگ دیدم، مرده بود. چی خیلی زنده ماندم؟ این سر را میکشویم پسرم، این سر را میکشویم. آفرین سردارم، حلالتون بود به خدا. ببینید شما با یک کلمه سیر به چی چیزها رسیدید. همش عیبی من بود. اگر میدونستم برختر سیر میگفتم. احمد شمشکی اینقدر رفتی خنک داشته است. آدم با آدم اینقدر مانند می شده است.
من درآید. کلتکل از اینجا بود. یا خدایا سردارم، من به شما گفتم که کلتکلس نمرده است، زنده است. باور نمیکنید؟ کلتکلس رو کشتند و جسدش رو به بحر پرتافتند. این رو هم باور نمیکنید؟ چی کلتکلس از بحر برآمده به اینجا آمده؟ بله سردارم، گپایتون رو گوشایتون میشنود. گفتنیت کلتکلس همینجا بود. بله لیمنت، بله کلتکلس اینجا بوده است. پیش از ما آمده همه حجت ها رو گرفته، نوارها رو تازه کرده است. پس از تریزه گریخته است. خیر دامولازیا، کی هستی نمیدانم، ولی به من اینقدر ماننده که حیاتی تو به آخر رسید و از من آغاز یافت. زنده می بودی منتداری می کردم اما متاسفم. همه اون طبیبانی که در اون جراحی بودن دیدن میخواهم تعجیلا. امروز روز استراحتی است. چی خیلی استراحت؟ زنگ زنید لطفا، زنگ زنید. این بسیار تعجیلی. چی کار میکنی لیون؟ نظارت دارم. اکنون فرصت فرا رسیده است که قسمت دوم بازی را من به شما فهماندم. شخصانی که در بازی های گالگراما برد نکردند غمگین نشوید، چون که اکنون این بازی این نوبت برد شما است، یعنی بازی رمزها. چگونه که به شما گفته بودیم همه رقم های رمزی را از قسم 81 تا قسم 85 به یک قوطی میاندازیم و دو طفل بیگناه این رقم ها را یک تا از قوطی بیرون میارند. رقم کشیده آن دو طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد بداند که صاحبی تحفه میگردد. اما بینان عزیز، ما بازی رمزها را به نوار گرفته در قسم 85 فیلم هدایت جای میدهیم. شما باشید با دقت تماشا کرده ببینید که طفلکان کدام رقم را میکشند. رقم کشیده طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد، خواهش میکنیم آن فیته را درست زیبا عکس گرفته، یعنی که معلوم باشد رقم رمزی و گالگراما. فیته را عکس گرفته به رقم های 985 055 055 با واسطه وایبر یا اینکه واتساپ روان میکنید، ما دیده میبریم و تحفه شما را حتما به شما میرسانیم. چیزی نیست. تمام آرام باش. آقای اکرم، جسدی کلتکلس را از آب پیدا نکردند. پیدا نکنند. بگذار خوراکی ماهی ها شود آن بی‌شرف. بابا مرا اینجا اسیر گرفته اید مگر؟ یا اینکه میترسید که به پلیس خبر میدیم؟
نکردم که برای قتل کسی که زندگیمان را محو کرد تو با پلیس خبر میدهی جانم. من برای تو قاتل شدم. کارهایی که کلتکیلاس برای ما کرد کم نبودند. باز میلیس را آغوش گرفته به تو خیانت کردنش دیده طاقت نکردم. دیگر هرگز اجازت نمیدیم که وی آدمی پست تو را برنجاند. اول پدرم رو بعد دوست داشتم رو کشتید. قاتل ها. همش از پشت تو شد. میکشم تو رو شیطانی خود پرست. دستان افلاست رو بگیر. ملیس بس برید او را در اتاقش محکم حالا کنید. تمام نشده است. با تو نشان میدهم. فهمیدی؟ چیکار میکنید شما؟ ایسته دخترم رو رها کنید. رهایم کنید. قاتل ها. زورا راو دخترم، تو هم به اتاقت رفته استراحت کن. راو دخترم. با پلیس خبر میدیم شما قاتلید. میلیس همش را نقل کرد. دوست داشته دخترم رو کشتید. قاتل. ایست نرو. چیکار میکنید؟ مرا نیز در اتاق محکم میکنید. گوش کن خانم، مجبورم نکن که قوتم را نشان دهم. اول صحبت میکنیم، همش را گوش کن، بعد به کجایی که میروی رو. خواهر زیبای من، آدمی که میلیس دوستش میدارم میگوید میدانی کی هست؟ البته میدونم. با اون صحبت کردم. حتی به نامزدی سلین دعوتش کرده بودم. دعوتش کردی؟ بله. خوبو آدمی که دعوتش کردی میدانی که کی هست؟ به خدا من هم افتش رو ندیدم. اولین بار گفتم در نامزدی او رو بینم و با همه شناس کردنی بودم. کی رو؟ دوست داشته میلیس احمد. من حالا او رو ندیدم. دوست داشته میلیس احمد رو؟ بله. احمد گفتنی آدم کلتکیلاس است. چی؟ نه، این غیر امکان است. غیر امکان نیست. اکا خود را با دست گیر. خدایا مگر خوب دیده ایستادم؟ خوب نیست جانم، نزدیک تویم. من نمردم. یا خدایا باورم نمی آید. اکا بسیار یادت کردم. اکا تمام آرام باش. ما فکر میکردیم که وی بیشرف مرده است، اما زنده بود است. چگونه ای که زهرا را محو کرده بود میلیس را نیز محو کرد. خانم تولین، من برای میلیس قاتل شدم. اگر خواهی خودی حاضر رفته به پلیس خبر بده. زهرا را محو کرد، میلیس را نیز محو نکند گفته کشتم او را. من چی کاری کرده باشم برای خوبی لبه رهایم کردم. هیچ طاقت تماشای برای بد بردن میلیس را نداشتم. بین خانم تولین، مرا خوب گوش کن. اگر در نزد من باشی تو دارنده عمر به سر میبری. اگر برعکسش را فکر کنی پشت دستت را میگزی.
رفته دخترت را فهمان. بگو از این کارهای بیهوده برگردد. زود باش. یعنی اکا این چی خیلی میشود؟ من حالو نفهمیدم، عقلم نمیگیرد. یعنی او احمد چی میشه گفتنی آدم برای شما اینقدر مونم بوده است؟ با خدا نمیدونم بیتول، از راستی نمیدونم، اما یک چیز میگویم، از این بابت مرا همچون احمد شمشک قبول کن. یعنی باید خودم را افشا نکنم. اگر افشا کنم هیچ پروا نکن اکا جان، بی‌پروا باش. هدایت کردم، از دست دادن نمیخواهم. این کفایه نیست. اگر ما رو یک جای بینن پای میبرن که من احمد شمشک نیستم، کلتکیلس هستم. برای همین باید بسیار با دقت باشیم. یعنی چی؟ ما یکدیگر رو نمیبینیم؟ این چی خیلی میشود آخر؟ خواهرم این خیلی گپ نیست، حتما وا میخوریم میبینیم. یعنی کسی باید نداند بیتو. دختره که من دوست می‌دارم کسی با او شپاتی زده نمیتواند، فهمم؟ دختره که تو دوست می‌داری من هستم. من فهمیدی چی خیلی این کارم با من روا دیده زیاد. چی خیلی کاشکی تو رو به یاد نمی آوردم. حاضر من به زهرا چی میگویم؟ میلیس رو در آغوشم دید. باز گفتم که دختری که من دوست میدارم کسی او رو دست دراز کرده نمیتوان. چی کار میکنم من؟ 1 سال پیش بود. خوب فکر کن لطفاً، این بسیار مهم است. دختره که زیبا نو ترسیده گپ زن. بین هنگام جراحی یا پیش از جراحی چیزی بود که دقتت را به خود جلب کرده باشد. این بسیار مهم است. میگویم با تو خوب فکر کن. با شما پیشتر گفتم که همه چیز مقرری بود. بیماران رو به جراحی آماده کردم و به دستانشون نامهایشون رو بستم. عشقم چی خیل هستی؟ یک چیز رو به تو نقل کنم. گفتم با بیمار خونه 2 بیمار آوردن، از یکدیگر فرقی ندارن. مثل 2 قطره آب حاضر برای جراحی آماده کرده ایستادم. مثل 2 گونی کو هستن. میگویی که در کودکی عوض کرده شدن. آدم این قدر مونم میشده است. در اصل یک چیز شده بود. چی شده بود؟ بیمارانی که برای جراحی آماده میکردم با یکدیگر بسیار مونم بودن. با ما گفتن که یکیش در یک انبار ترکیده است، دیگرش باشد استاد است، از درخت افتیده است. استاد در بالای درخت چی میگفتن؟ تو چینی برآمده است، به فکرم غلطیده است. عقلت همین قدر بی عقل. تو را بسیار یاد کردم زهرا. ببین کی بودیم و کی شدیم. جناب اکرم را ببین.
به چشمم نگاه نکرده مرا پران. بسیار خودم رو خسته کردم. باید در وقتش گریخته میرفتم. تو دوست دستی پسرم. از عشق چی را میدانی تو؟ چی را؟ لبای علامه جان جانم در کجایی؟ از صبح باز هم به 2 درس ندار اومدی. گوش کن، اگر امروز تو اومده در ساعت رو نگذاری مدیر به صاحبی مکتب زنگ زده تو رو از کار پیش میکنم. خدا پناه دهد زود به مکتب بیا. تمام. اگر از مکتب پیشم کنند احمد شمشک نبودنم معلوم میشد. باید روم. به این زن من تکلیف خانه‌داری نکرده بودم. بسیار شادم. اما زنها را فهمیدن نمی شود. کمی مونده بود که دستگیر شوم. استاد احمد چه شما چای بیارم؟ شوکت تو دیوانه ای. کدام استاد کدام احمد؟ برادر کیلاس تو هستی؟ من خودمم دیوانه نشناختی. خواجه میگو که منم ای بی عقلی دیوانه چی میگویی؟ من هستم. برادر از راستی تو هستی؟ تو چه خیل آدمیه برادر؟ من گمان کردم که تو نیستی دیگر. شوکت من از دست تو رهایی ندارم مگر؟ موقعی ساخته شدم پیدا شدی. با اینجا آمدم میبینم در اینجایی. از تو جانم خلاص نمیشود مگر؟ یا خدایا تو دیوانه رو من باز زیاد کردم. اگر رنگی همون سریای اولی دوملوزیو با قزیق میشیم ده. اینجا بیا سمی؟ سمی تو اینجا چیکار میکنی؟ منتظری؟ همین خیل سفسته نگو. تا آن وقتی که تو تکلیف خانه‌دار شوی مرا قبول نکنی اینجا میشینم بیتول جان. اینجا همین خیل میشینی یعنی؟ بله. این طور باشد بله میگویم. چه خیل بله میگویی؟ یک لحظه تو حاضر برای چی برای کی بله گفتی نفهمیدم. خانه‌دار شویم گفتی گو سمی. قبول میکنم. مسخره میکنی ها؟ من ذوق مسخره کردن دارم مگر سمی؟ یعنی تکلیف خانه‌دار شوی کردم تو باشه قبول کردی. من خوب نفهمیدم برای همین پرسیده ایستادم. عصبی هم کردی هادی رد میکنم. رد نکن التماس رد نکن خواهش میکنم. صحبت کردیم مصلحت کردیم قبول کردی همین خیلی. یک لحظه میدونستم که روز تکلیف خانه‌داری مرا قبول میکنی. انگشترین رو با خودم میگرداندم. نمیشود این خیلی نمیشود. کمتر پیش صحبت کردیم بله گفتی قبول کردی این خیلی نمیشود. نه این خیلی باید شود. اول تو مرا از اکرم باید خواستگاری کنی. از اکاد گفتی؟ بله. یعنی وای درست گفتی. حق هستی بسیار درست. معذرت میخواهم. کاش اکاد زنده میبودو. تو رو از او میخواستم. همین خیلی؟ بله. کاروبار انا همین خشاب کرد. نمیدونم چه خیل موافق آمد اما معلوم که تقدیرم بلندی کرد. نامم احمد شمشک. خانه دارم، شناسنامه دارم، یعنی ساخته نیستم. یعنی دیگر از کسی نمیگریزم. کارم آمد کرد. چی ها میگویم؟ چی کنو نقل داری به من؟
احمد شمشک نامی ساخته نیست مگر؟ نه نیست. چی ساخته دیوانه؟ من به جای او گذاشتم میگویم. یا خدایا اینقدر آدم گویا پای نبردن مگر؟ نه کسی نفهمید. نمیبینی مگر آدم 100% به من مانند است. او من فکر میکردم این تو هستی. پدر قطعی و مادر جدا نباشیم با. نمیدانم شوکت، من هم نفهمیدم. دوگانی که یکی برگردد با تو چی کار میکنی؟ چه خیلی برمیگشته است؟ آدم مرده است. نمیفهمی؟ فو آقی پدر بودی تو رو برادرم گفتم کارت رو بین رفتن یه آدم بیگناه رو کشته با جایش گذاشتی ها؟ ای شوکت هیچ تغییر نیافتی. بین همین قدر فهماندم نفهمیدی. سری بی مغزت رو کار فرما. خدای توبه. احمد شمشک مرده است. من باشم در بیمارخانه به جای او گذاشتم. نفهمیدی تو کلاورم. من احمد شمشک فهمم؟ دمت رو گرفته هر جا نلق. به نزدم کی آمدی؟ بدون که احمد شمشک هستم بعد بیا فهمم؟ انی خمه آدم نکشته اوخی؟ اوف شوکته، من باید به درس روم. گپ‌های گفتگیم رو کمی فکر کن. از گفته های این سرم درد کرد. سرم تاب خورده ایستاده است. ای خوب که برادرم زنده هستی. با جراحی دو بیمار می‌دراید. یکی کلتکل است، دیگر استاد. با یکدیگر بسیار مانند هستند. کلتکل است رو میکشند اما زنده است. استاد چی؟ نفهمیدم. ای به شرفی کلتکل است. سردارم از دست کلتکلسی خزنده بیناموس من خانم سلین خود را پیدا نکردم. در خانه هم نبود. یعنی او انیق مرا ترک کرده رفته است. به همه این کلتکلسی بیناموسی احمق گناهکار است. خود را به جای استاد گذاشته است. سردارم مرا شما گوش نمیکنید. سلین رفته است میگویم. تو چی ها میگویی دیوانه؟ با تو میگویم خود را به جای استاد گذاشته است. من باشم سلین گفته ایستادم. دیوانه چی؟ لوینت کلتکلس رو در کجا دیدی؟ همش را دانه دانه به من نقل کن. همش را نقل کرده. من به ملاقات میرم. با کی؟ با جناب احمد. جناب احمدش کیست؟ من به تو گفته بودم که احمد شمشک استاد دین و اخلاق است. پیش از فوتی هم باید با او میخوردم. احمد شمشک گفتی؟ بله این همان است. آدمی که سقراط دستگیر کرده بود. در روز فوتی هم با سلیم باید با او میخوردم، لیکن از پشت کلتکلس بیچاره با او خوردن نتوانستم. اکنون رفتم با او میخورم. سقراط احمد شمشک رو دستگیر کرده بود؟ بله به شما نقل کرده بودم که وقتی خداخوری گفته بودم که یا خدایا. سردارم باز دیوانه شد. او با کجا رفت؟ اوف مانده شدم. سلام استاد. امروز استاد عجیب می نماید. زهرا چیکار کرده ایستاده باشد؟ چیکار کنه دیگر بیچاره؟ فکر میکرد که من مردم. زهرا کیسته؟ زود به ماشین هاشینه. با کالج آموزشی میرویم. زود باشه. به خانه اشون روم چی؟ نه بابای دیوانش میپروند مرا. دیوانه شده از چی؟ پیش از آنی که بابایش مرا پروند، دختری را در آغوش گرفته بودم. زهرا دید. استاد گویا که خواب از خود به خود گپ میزند. بگذار گپ زند. بدورش نکن. برای درس نخونیم گفته. دیگر یگان فکر برای ویران کردن درس نمیکنی. زود باشه. چی کنم؟ به زهرا همش را میفهمانم. انشاءالله مرا میفهم.
و استاد چی شده باشد؟ چرا سرسته میگوید؟ دیوانه شده است؟ ممکن دیرکتوری مکتب من معلم ها را آگاه کردن حقی من است. با تو میگویم این کمیسر از اون کار است. خیر اینش رمان چی خیلی شپاتی سخت زد مرا. اگر یکون نفر دیگر میشد حتما میافته. التماس فهمانید اینجا چی گپ است؟ استاد اکنون درس رو شروع میکنیم. چی شد؟ درس رو شروع نکردیم؟ نه استاد شروع کردید استاد. بسیار خوب رفته استاد از درس. استاد درس رو شروع میکنیم یا نه؟ بچه ها شروع کردیم یا نکردیم؟ نه استاد تا شروع نکردیم. به این بچه ها چرا نقل میکرده باشم؟ کتابی درسی هم ندارم. امروز راههای به مقدار آدمان راه هست که تو را به خدا نزدیک میکنه. راههای دیگری نزدیک شدید به خدا. بله محترم جماعت، یعنی جوانان عزیز، درسمان راههای رسیدن به خدا. من سخنهای استاد رو نوشتن در کار. حاضر. بله بچه ها راههای رسیدن است. پلیس گیرد راه. چی گپ است؟ ای برادر راحت با آخر رسید کالتا کلاس. است جناب پلیس، در نزد بچه های این عیب است، یعنی خطایی شده. بسیار گم نزن. شما چیکار میکنید؟ اینجا سینف است. چی ها میگوید استاد؟ چی ها میگوید؟ این جنایتکاری وزنین است. بره دو راه. استادمون رو به کجا میبرید؟ سردی شد رو کجا میبرید؟ تمام بچه ها آرام باشید، به جایتون شیرید. تمام. ای استادم دختر میرم. این رفتیم چی گپ است؟ استاد احمد چی شد؟ جواب سردار. احمد استاد احمد رو به کجا میبرید جناب پلیس؟ دستتون رو گیره. کسی با او تهمت کرده است. او جنایت نمی کند. بله تهمت کرده است. این کار رو نکنید لطفا. چی گپ است اینجا؟ کلاس از هرچین؟ وای جناب شوکت، یاردمچی این بیشرف هم اینجا بوده است. این رو هم گرد. اباشایت را بگذاریم؟ بستو دست منم سر بده. اینجا چی خبر است؟ اباشا سر بده سمبوسون در خوفکا موندگی نسوزه. آشخونه چی رو هم گرفتن؟ استاد احمد پروا نکنید. انیخ چی خطاگی شده؟ استاد بیشرف، فکر کردی به جای احمد چی میشک در اومده مرا فریب میدی؟ من نمیفهمم اگر برات. احمد جون اکنون فرصت فرا رسیده است که قسمت دوم بازی را من به شما فهمانم. شخصانی که در بازی‌های گالگرام برد نکردند غمگین نشوید، چون که اکنون این بازی این نوبت برد شما است، یعنی بازی رمزها. چگونه که به شما گفته بودیم همه رقم‌های رمزی را از قسم 81 تا قسم 85 به یک قوطی می‌اندازیم و دو طفل بیگناه این رقم‌ها را یک تا از قوطی بیرون می‌آورند. رقم کشیده آن دو طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد بداند که صاحب تحفه می‌گردد. تماشاچیان عزیز، ما بازی رمزها را به نوار گرفته در قسم 85 فیلم هدایت جای می‌دهیم. شما باشید با دقت تماشا کرده ببینید که طفلکان کدام رقم را می‌کشند. رقم کشیده طفل به رقم فیته کسی موافقت کرد،
خواهش میکنیم آن فیته را درست زیبا عکس گرفته، یعنی که معلوم باشد رقم رمزی و گالگرام. فیته را عکس گرفته با رقم های 985 055 055 با واسطه وایبر یا اینکه واتساپ روان میکنید، ما دیده میبریم و تحفه شما را حتما به شما میرسانیم. بسیاری از مخلصان با ما سوال میکنند که این بازی شما درست است یا دروغ. از مخلصانی که در قسمت های گذشته برد کردن خواهش میکنیم نوار خود را یا عکس خود را یا عکس فرزندان خود را همراه اون کدی که از گالگرام شما برد کرده خواهش میکردیم با ما طریق SMS در وایبری رقم 985 055 055 روان کنید. ما در قسمت آینده فیلم شما را جای کنیم تا اینکه دیگر تماشابین ها ببینند که در حقیقت این بازی ما درست است یعنی که دروغ نیست. طول 2 هفته است که ما شاهد آن گشتیم که بعضی از دیسکروش ها گالگرام را تازه میکنند. آن گالگرام هایی که برد دارند به خود میگیرند و آن گالگرام هایی که بی برد است پیشکشی تماشابین میکنند. تماشابین عزیز، از شما خواهش میکنم که پیش از فیته را خریدن اول ببینید که گالگرام ها تازه کردن نباشند. تماشابینان عزیز، استودیوی کرم فیلم برای مخلصان فیلم هدایت یک اقدام نیک را پیشنهاد میکند. اکنون شما میتوانید که با خریدن فیته های اصلی فیلم هدایت صاحب تحفه های ارزنده گردید. فیته اصلی فیلم هدایت از استودیوی کرم فیلم چنین مقوا دارد. هنگامی که فیته فیلم هدایت را خریداری میکنید البته بر رویش نظر کنید. در اینجا گالگرام استودیوی کرم فیلم و رمزی مخصوص جایگیر شده است. اقدام اینه که استودیوی کرم فیلم آن همین است که در گالگرام بازی های بردناک جایگیر کرده شده است و علال خصوص در رمز مخصوص. اکنون من به شما نشان میدیم که چطور صاحب تحفه ها و بردهای مالی میگردید. گالگرام را یک تنگه را گرفته تازه میکنیم. آن همین خیل آهسته آهسته رقم ها نمایان میشوند. در اینجا 3 رقم جایگیر شده است. اگر 3 رقمی یک خیله برایت شما برد میکنید، یعنی که اگر 3 10 برایت 10 سامان برد میکنید. 3 50 برایت 50 سامان تا 500 سامان است. 3 500 برآمد 500 سامان برد میکنید. هنگامی که من تازه کردم 2 تا 50 و 1 تا 5 برآمد، یعنی که من برد نکردم. اکنون دیگرش را تازه میکنم. فیته اصلی میگیریم. خب ببینید در اینجا هست گالگرام و رقم A744 رقم رمزی. خب تازه میکنم. ببینید انا 3 تا رقم 100 برآمد، یعنی که من برد کردم 100 سامان. اگر 3 عدد 100 برآمد یا 3 عدد یک خیله طریق SMS در تلفن موبیلی خود رقم چینی میکنید. اول برد گالگرام رقم 100 رو مینویسید، بعدا حرف و رقم رمزی رو و طریق SMS پیامک به رقم 985 055 055 روان میکنید. از 3 تا 50 سامان را ما در صورت حسابی تلفنتون میگذرانیم. از 100 تا 500 سامان را پول نقد میدهیم. من در اینجا آمده است A744 باز میشه 755 A701 یا اینکه 2000 فرق ندارد. باز اینجا میشود ایواز میشود، ب میشود، اس میشود. خلاص فیلم را که تماشا کردید فیته ها را نپرتایید، زیرا باز بازی دوم شما را انتظار است. بعد هر 2 ماه بازی بردناک رمزها گذرانیده می شود. همه همین رقم ها را گرفته به قوطی مخصوص می اندازیم و یک تفلک بیگناه از درون قوطی یک چند رقم را بیرون می برورد. رقم کشیده تیفل به رقم فیته کسی موافقت کرد، آنگاه صاحب تحفه های ارزنده می گردد. فیته های اصلی انا همین است، غیر اینها همش دزدی و خلبکی هستند. از شما خواهش میکنیم که هنگام خریداری کردن فیته ها بسیار با دقت باشید که گالگرام ها تازه کردگی نباشند. شما در حالت خریداری در همانجا تفتیش گالگرام رمز مخصوص و دیسک نشان میدهد یا نمیدهد بگذرانید.